زندگی روزمره ما اینه متری. زندگی یعنی کنار بچه هایت باشی، تمام دلخوشی یک زن اینمیست که با شوهرش با اولادهایش خوش باشه. علی نفهمی زندگی چی مانا میشه؟ نه زندگی اینیه که یک زمان نخیستی خوابش دنیا رو درک میکنی، جهان هستی را، زندگی را. بعد کم کم کلان میشی، گپ زدن یاد میگیری، ایسو رفتن شناختن آدما. بعد یک وقتی میرسه آرزوی از این داری کلان شوی، میگی زود کلان شوم به اون جایی رو که اجازهش ندارم ورود کنم، ورود پیدا کنم، با اون چیزایی که میتونم دست بزنم. بعد یک وقت کلان میشی، به این چی کلان مرسیدم میرسی. بعد خیلی شکایت میکنه، آخه چه زندگیه، چرا اینجوریه؟ در صورتی چیزی است که خواسته خود ماست دست گذشته، که آرزو کردیم برش رسیدیم، ولی الان که برش رسیدیم ناراضی هستیم. بعد فکر میکنیم که این خواست زندگی بوده که ما در این شرایط باشیم. نه، در هر صورت، در هر شرایطی که هسته، خواست گذشته خودتان است. خودتان خواستی در اینجا برسید. حتما یک روز خواستیم که پدر شو، کلان شو، آرزو کنم. خلاصه هر چیزی را که در دنیا در زندگی به دست میاره بابت سختی میکشه، لذت شو ببر. خیلی لذت بخشه، خیلی. بزن شیش.